سلام به همراهان فروشگاه چاپ دیجیتال فاطمه. اومدیم با قسمت 4 از آموزش نرم افزار سیلویت استودیو و کاترپلاتر کامو 5. حتما ویدیو قبلی رو ببینید که بتونید اون برشی که دوست دارید با دستگاه کاترپلاتر کامو 5 انجام بدین و بتونید انجام بدید. خب میرسیم به ادامه ویدیو قبلی. بهتون گفتم که تو این قسمت میاد متریال یا کاغذهایی که میتونید با کامو برش بدین و اینجا خوش به صورت پیش‌فرض انتخاب میکنید. خب من همیشه بهتون گفتم من کاستوم انتخاب میکنم که خودم بیام برشم و مثلا اون تیغم و حالا سرعتی هر چیزی که میخوام و دستی وارد کنم و اینجام رو اتوکات میذارم و اینجام تو گزینه اول اتو بلید میذارم. چرا؟ چون من میخوام با تیغ اتوماتیک که سر دستگاهم هست با اون انجام بدم. خب ما منوال بلید 1 میل داریم، یعنی همین تیغ به صورت 1 میل و 2 میلش هستش که من حالا تو ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم که اون سر دستگاه که شما میخرین اتو بلید 1 میل وجود داره که حتما این گزینه رو تعریف کنید. چرا؟ چون خیلی تاثیر داره. حالا بعدا میگم باید سر دستگاه توضیح بدم. خب من کاغذی که چاپ میکنم فوتوگلاسه 135 گرمه. خب و روکش لامینت مات و براق انجام میدم. برای من مات و براق همیشه تنظیماتش فرق کنه. حالا چه فرق؟ به این سرعتش بین میگم اول بریم تو بلید دیپ یعنی عمق تیغ. بریم تیغ 1 میل یعنی شما الان میبینید از 1 هست، وقتی که آبی میشه یعنی اون انتخاب شده. از 1 تا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 10 یعنی 1 میل کامل، یعنی کل تیغ میاد خارج از اون خارج میشه که برای برش شروع کنه. که خب میگم برای نیم تیغ اصلا صرفا به درد نمیخوره. خب من این کاغذی که دارم استفاده میکنم گفتم فوتوگلاسه 135 گرمه 2 و فورس یعنی فشارم روی 25. اگه لامینت مات استفاده کنم، ولی اینجا میتونم با این زیاد کنم که حالا دقیق بشه، اگه بخوام لامینت براق استفاده کنم 20 که من میذارم رو 20 میخوام چون با لامینت براق استفاده کنم. بعد اینجا مثلا پیسش اینه که میتونید شما اون محل برش رو چند باری انجام بدید. خب 1 بار 2 بار تعداد دفعاتش زیاده. خب که میگم تا 10 باره. من همیشه همون 1 بار انجام میدم، یعنی این عمق تیغ و فشارم و که مناسب با کاغذم رو به دست آوردم و دیگه با 1 بارم انجام میشه. و میگم مثلا میتونید سرعتتون رو تا 30 ببرید، که سرعت کم بذارید خیلی خوبه چون باعث میشه زیاد تیغ بهش فشار نیاد. و هم مثلا میتونید اینجا سیوز هم کنید که حالا دست خودتونه. و یه نکته دیگه هم از این که مثال شما یه کاغذی دارین، خب نمیدونید این تنظیماتی که انتخاب کردین آیا مناسب مثلا اون کاغذتون هست یا نه. اینجا میاد بهتون یه تستی رو میده. خب وقتی که اینو میزنید، وقتی ریمو بزنید پاک میشه. وقتی میزنید میبینید گوشه سمت چپ خب یه حالت مثلثی تشکیل میشه که میتونید هر جای کاغذ ببرید. اینجا مثلا این کنجم میتونید ببرید. بگم بهتر مثال به این پایین یه جایی یه گوشه بذارم که دیده شه.
مثلا این قسمت میذارید، دستگاه میاد همین تنظیمات رو یه برش مثلثی میزنه براتون. اگه دیدین آره مثلا فقط لایه روی کاغذتون برای استیکرشون 2 تا لایه کاغذ رویتون فقط برش خورده اوکی. اگه میبینید مثلا لایه زیریتون برش خورده میاد، خب یا اول بیاید فشار تیغ رو کم کنی، نه مثلا 2 رو بیارین روی 1 اول فشار. اگه دیدین نه اصلا مثلا فشارم شما خیلی میارید پایین باز نیست، پس باید بزنید روی 1. و اینکه وقتی اینو گذاشتین اینجا، وقتی سن تست رو میزنید دستگاه براتون یه دونه تست انجام میده، بعد میتونید در بیارید ببینید که آره برش به چه صورت انجام شده. این ویدیو تنظیمات مربوط به نرم افزار تا اینجا اوکی هست. من الان ادامه ویدیو میرم برای چاپ که بهتون یه سری توضیحات بدم، بعد روی دستگاه کامو 5 هم بهتون برش رو توضیح میدم. من الان فایلم رو فرستادم، پرینترم الان داره چاپ انجام میده و دقت کنید تمام نشانک‌ها داره چاپ میشه که اینا مهمترین اصل برش برای کامو هست. دستگاه پرینترم کامل پرینت گرفت، اون نشانک سوم هم پرینت گرفته شد. اینا کاغذهای فوتوگلاسه هست، از زوم کنم که میگم قیمت معقول خوبی دارم، ولی میگم اگه روکشای لمینت براق یا مات انجام ندین، خب میگم اگه جوهراتون یووی نباشه باعث میشه که به مرور زمان در اثر نور آفتاب یا آب کلا رنگشون بره. بازم اگه لمینت سردم انجام بدین، اگه بیاین مثلا اینو رو اجسام مثل لیوانی، ماگی یا مثلا فلاکسی که نیاز به شستشو داره، چیز دکوری نیست که مثلا شما بخواین دستمال بکشین یا دستمال خیلی مرطوب خیلی هم خیس نه بخواین بکشین که مثلا حالا پاک شه، چون اینا رو باید بشورین شما در از هر بار استفاده. اینا مقاومت آنچنانی نداره در برابر شستشو. من خودم کلا استیکرامو روی وینیل مات چاپ میکنم که اونا کلا مختص فضای خارجی که مثلا اجسامی که در برابر نور و آفتاب و آب و گرد و غبار خیلی هستن، اینکه به مرور امکان داشته باشه خراب بشه وجود نداره. من از اون کاغذها استفاده میکنم. میگم یه سری از دوستان مثلا یه خورده این برگاه یه خورده هزینهش کمتر از اون وینیلاست که مثلا میخوان یه چیز ارزونتر و اینکه مثلا چیزی نیست که نیاز به شستشوی مداوم داشته باشه، من اینا رو براشون چاپ انجام میدم. یه نکته که الان یادم افتاد گفتم بهتون بگم اینه، مثال این که شما اول اینکه این فایل رو باید حذف کنید، چون امکان داره دور برش بیفته، ولی من اومدم کلا اون تریس رو غیر فعال کردم. همین فایلم میبینید یه دونه خط برشه، پس نیاز نیست حذف کنم. اگه من یه خورده لپتاپم صفحش میفته دیگه. خب من الان مثلا تو برش خب دوست دارم کلا این آیدی پیجم برش انجام داده نشه، توی چاپ افتاده ولی نمیخوام برش انجام بشه، سوژه برش هم نیست. خب اینجا میبینید یه حالت پاک کنه، خب که میتونید از بالا حالا سایزش رو کمتر
یا بیشتر کنید. خب من میام با این پاک کن اینو کلا ور میدارم تو هر برشم. نکنید الان مثلا من با حواسم باشه این وره یه برش پاک نشه، مثلا چون وقتی که اینجا رو یه پاک میکنم سوژم میگه خورده رفته عقب‌تر. دوباره من یه دو بزنم که یه خورده دقیق تر، که میتونی این کار رو با سر زوم کردن براتون راحت تر. من خودم چون کلا تیراژ میزنم این برای هر برش مثلا نمیدونم دونه دونه پاک کنم. مثلا میام اگر از این طرح هم مثال 50 تا میخوام 50 تا رو چاپ میکنم بعد لمینت که کردم، بعد میام اینو مثلا آیدی پیجم رو حذف میکنم، بعد 50 تا برش انجام میشه. نمیام دونه دونه این کارا. اینو گفتم که مثلا اگه وای خیلی سخته اینجوری اگه بخوای فلان، نه خب شما وقتی دونه اگه بخواین اینجوری چاپ کنید درسته، ولی وقتی مثلا از هر طرف 50 تا میزنید و تعداد بالا میزنید، خب مسلما دیگه یه بار حذف کردنه، نیاز نیستی که شما هر دفعه اینو حذف کنید برای هر برش. ولی برای هر طرح بله باید حذف انجام بشه. خب اینو گفتم این نکته رو بهتون بگم. من الان این کارم لمینت میکنم که لمینتش رو ببینید. شاید الان جلوی ویدیو براتون لمینت کنم که ببینید به چه صورته. یه چیز دیگه خواستم دوستانی که هنوز شروع نکردن این کاغذها رو نمیشناسن هم بهشون بگم. مثلا میبینید این کاغذها رو اگه نمیدونم یه به مرور که وقتی میمونن خب یه حالت زرد میشن، خب که به خاطر همینه من کلا از این کاغذها استفاده نمی کنم. میبینید نمیدونم چون تو ویدیو خورده حالش دیده نمیشه. میبینید اینا به مرور زرد میشن، خب استفاده نشه. نه ولی اگه رنگ اینا روش بشینه اون قسمتی که مثلا حالا جوهر هست زرد نمیشه، ولی مثلا اگه سفید باشن ولی زرد. لمینت های سردم به این صورته که این لمینت ها رولی هست، اصلا شیت نیست. اگه جایی هم دیدید شیت هست خیلی قیمتش بالاتره، و یا بعضی هم مثل همین جلدای کتاب میان به عنوان لمینت فروش میدن که اصلا ضخامتشون در برابر این لمینت ها خیلی پایینه. بذارید من یه براتون باز کنم که ببینید. من اینا رولی میخرم ولی خودم به اندازه شیتی که میخوام بذارید من این دوربین برش میدم. خیلی اگم دستگاه لمینت ندارید راحت با یه دونه کاردکای نمددار میتونید راحت برش انجام بدید. قبل از چسبوندن لمینت حتما پرزایی که امکان داره روی کارتون چسبیده باشه رو حالا فوت کنید یا حالا با دست اگه دیدید چشمی. من حالا اینجا نمیبینم چون دوربین جلوشه. خب این لمینت ها رو خب یه تیکه از من فکر کنم این ویدیو اگه من اینو لمینت کنم دیگه باید قطع کنم برای کامل. خب یه تیکه رو اینجوری بلند کنید. من حالا برای راحتی کارم میام اینو برش میدم. خب بذار من قشنگ صاف اصلا اوکی. خب اینو وقتی شما اینجوری خب دارم نحوه لمینت هم دیگه من اینجا آموزش بدم که بدونید. خب اینو حتما قشنگ کارتون کاوش قشنگ به این صورت. خب این کاردکا که گفتم به این صورت. من خودم این نمد زیرش از بین رفت خیلی زود، من خودم نمد چسبوندم. خب
اینجوری قشنگ حباباشو میگیری. میگم برای کسایی که حالا دستگاه لمینت ندارن، خب اگه داشته باشون که اون قشنگ خیلی پرس حرفه‌ای انجام میده. به این صورت قشنگ ثابت کنید. می‌بینید این کاغذ زیرش جدا شده. خیلی راحت یواش یواش اینو لمینت براق می‌بینید نور میفته. الان من بالا سرم یه دونه چراغ روشنه میفته. مات اینجوری نیستش. بعد این اضافه هاشو قیچی میکنی که زده بیرون. همیشه موقع برش یه نیم سان بیشتر برش بزنید که یه وقت نیفته. آدم احتمال خطا وجود داره دیگه. حالا دیگه این اضافهش بیفت بیرون اشکال نداره، برش میزنید. ولی اینکه حالا لمینتتون یه طرف کم بیاد خیلی بد میشه دیگه. دوباره بعد کارتون رو چاپ بگیر. من ویدیو رو اینجا قطع میکنم. تو ویدیو بعد انشالله آموزش برشم روی دستگاه بهتون آموزش میدم.